سر زور ببین چجوری تو بغل هم خوابیدن. این خواهر برادرن، یکشون آبجیه یکشون داداش. خیلی کوچولو هم، سنشون خیلی کمه هنوز. سلام خوشگله. جانم. سلام نانا جا. اوی این دخمله، اینم داداششه. یه خورده رنگشون با هم دیگه فرق کنه، صداش هم البته فرق کنه. این یه خود صداش نازک‌تره، این صداش یه خود نازک‌تره. خیلی هم با مهر و محبته، خیلی با محبته. حالا میخوام ببرمشون دامپزشک، براشون واکسن انگل بزنم. دامپزشک چکشون میکنم. حالا از دامپزشکی هم براتون فیلم میذارم ببینیدش. آخ عطسه میکنه، یه عطسه بکن. اون یکی داداششون نمیدونم کجاست، رفته رو سر دیوار. یه صدا بکنم میاد. اون پسره رو ببین چه مردمه. اینم که دختر خانم ماست. مگه اشتباه نکنم الان 2 ماه و نیمشونه، 3 ماهشونه. هر خب غذا خوب خوردن، رشد کردن اینجا. از توی حیات بیرون نمیرن تو کوچه. میدونن که تو کوچه خطرناکه، اصلا نمیرن بیرون، همینجا هستن کلا. چند بارم که خواستن برن بیرون اجازه بهشون ندادم، گفتم تا بزرگ نشدین اجازه ندارین از اینجا برین بیرون. همینجا تو حیات غذا هم ما میدیم بهشون، هم همسایه ها میدن، غذای خشک میخورن. اینجا زندگی میکنن.